سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی در گزارش دولت‌های در حال گذشته 2017 از وضع رو به پایین دموکراسی در تاجیکستان انتقاد کرده نظام حاکم در کشور را خودکامه خوانده است. این گزارش که روز 5 اپریل نشر شد بر اساس ارزیابی‌های آزادی‌های سیاسی، وضع مطبوعات و جامعه شهروندی به چنین خلاصه آمده است. بعد از تظاهرات آرام فعالان مخالفین در نشست چینک‌های انسانی در ورشو و تظاهرات جوابی علیه آنها در سراسر تاجیکستان راه اندازی شدند. مقامات حدود 50 تن از نزدیکان مخالفین را بازداشت کرده و اعضای عائله‌شان حمله آوردند. دو وکیل مدافع به عنوان افراطگران متهم شده از طرف دادگاه عالی به مدت طولانی زندانی شدند. تاکید گردیده است در گزارش به این ترتیب وضع رسانه‌های مستقل هم از نظر آزادی‌های سیاسی رکود کرده است. با دوام یافتن رکود اقتصادی در روسیه، پول‌های فرستاده 1 میلیون مهاجر هم در سطح پایین باقی می‌ماند. به قول مؤلفان، حاکمیت ملی دموکراتی تاجیکستان در سال 2016-2017 در درجه 7 یعنی پایین‌ترین نقطه جدول این گزارش جای گرفته است. گفته شده است که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان فضای سیاسی را در تسلط خود نگاه می‌دارد. تاجیکستان در اصل شبیه یک کشور یکحزبی است. ظریف علیزاده، امبودسمن تاجیک، روز 6 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت: مخالف سیاسی نیستند اون شخصانی که جنایت‌های عموما تروریسم، اکستریمیسم دعوت به این جنایت‌ها دست می‌زنند. البته اینا مخالف سیاسی نیستند، اینا شخصانی هستند که دارای مشخص جنایتی را صادر میکنند و هیچ وقت مخالف سیاسی باید در دایره اون طلبات قانون و کنستیتوسیون باید فعالیت کنند، مثلا دست به که دارای جنایتی زنند. البته این در تمام جهان قابل قبول نیست. در ما بسیار مشکلات ما مالیوی اقتصادی داریم نسبت رسانه‌ها. من خودم دیدم چند رسانه‌ای که بسته شدن با تشبوس خودشون. البته این مسئله مالیوی است. دیگر مسائل خودی همین سامانه‌ها دارن. در این جایگاه یگان فشار آوری دیگر این چیزا نیستن. در 2 سال اخیر دست کم 2 رسانه فعال و خبرساز، هفته‌نامه نگاه و آژانسی خبری تاج نیوز با اشاره به وجود مشکل در نشر مطالب مورد نظر بسته شدند. این خبرها درباره ترک تاجیکستان کردن نه تنها فعالان سیاسی بلکه ژورنالیستان هم پخش می شود. نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، گفت وضع رسانه‌های مستقل در کشور خیلی نگران کننده است و سبب بسته شدن بعضی رسانه‌ها نه فقط مالی بلکه فشار مقامات نیز هست.